یکی از شایع‌ترین علت‌های ریزش مو که خیلی‌ها نمیدونن نازک شدن ریشه موه. وقتی که ریشه مو نازک بشه خونرسانی به پیاز مو کم میشه و باعث میشه که دیگه ما نتونیم رشد طبیعی مو رو داشته باشیم و در نتیجه باعث میشه که تارمون نازکتر بشه و زودتر بیفته و کمپشتی ما رو بیشتر داخل موهامون مشاهده کنیم. و از دلایلی مثل استرس های طولانی، رژیم غذایی نامناسب و کمبود ویتامین‌ها و آهن، مشکلات هورمونی مثل کمکاری تیروئید یا سندرم تخمدان پلی‌کیستیک باعث میشه که ریزش مو ما افزایش پیدا کنه. و حالا با راهکارهایی مثل افزایش خونرسانی کف سر، رسوندن مواد مغذی به ریشه مو و کنترل چربی و التهاب باعث میشه که ما بتونیم این ریزش رو کنترل کنیم. من یه برنامه تخصصی دارم که بدون هیچ عوارض و مواد شیمیایی میتونه موهاتو تقویت و درمان کنه و ریزش موهاتو برای همیشه قطع کنه. اگه تو هم میخوای سریع درمان بشی فقط کافیه عدد 3 رو زیر همین پست برای من کامنت کنی و قبلش هم پیج منو فالو داشته باشی تا بتونم به صورت کاملا تخصصی راهنماییت کنم.